سلام بچه‌های عزیز. امروز رسیدیم به مبحث واحد زمان و تبدیل واحدهای زمان به همدیگه. واحد اندازه‌گیری زمان، بعضی از اونها شما تو سالهای گذشته باهاش آشنا شدید، مثل ساعت، دقیقه، که ما به کمک این واحدها میتونستیم بدونیم و درک کنیم در چه وقت و زمانی از شبانه روز قرار گرفتیم. امسال شما با واحدی به نام ثانیه آشنا میشین که ثانیه واحدی برای اندازه‌گیریه که ارزش اون کمتر از 1 دقیقه است. یعنی اندازه‌گیری زمانهای کمتر از 1 دقیقه رو برای ما مشخص میکنه. بر روی ساعتهایی که در کارخانه‌های مختلف ساخته میشه، اگر ساعت به صورت عقربه دار باشه، واحد ثانیه روی اون تعبیه میشه. اگر نه، به صورت دیجیتالی یا به زبانهای خارجی مثل انگلیسی باشه، اون هم به صورت عدد جایی رو در طرف راست برای اون در نظر گرفتن. اگر به این تصویر نگاه کنید، بر روی صفحه ساعت 3 تا عقربه نشون داده. کوچکترین عقربه و از همه ضخیم‌تر عقربه ساعته و ساعت رو به ما نشون میده. اما عقربه بلندتر و آبی رنگ عقربه نشان دادن دقیقه است و سومین عقربه که از همه بلندتره و نازکتر بهش میگن عقربه ثانیه شمار. بچه‌ها، شما در اینجا به راحتی میدونید که میزان اندازه‌گیری زمان کمتر از 1 دقیقه به وسیله ثانیه شمار نشان داده شده. در ساعتهای بدون عقربه هم اعلام کردیم که قطعاً اگر به این شکل نشان داده نشه، در طرف راست اون ساعتهای دیجیتالی قطعاً جایی رو براش در نظر گرفتن و اون هم به صورت عدد ثانیه رو نشون میده. و شما در کتابتون میتونید 3 نوع از ساعتهایی که در اونها عقربه شمار قرار داده شده ببینید. بعضی از ساعتها به صورت یک عقربه بلند و نازکه و بعضی از ساعتها به صورت یک حالت عدد هستش.